گویا که شما خوب صحت سلامت و سربلند هم هستین. راستی دیگر مردم انا میدونم اخدم بگیم خوی حلال کردگی نیست، دیگه خوام نمیبره از بگیم خرسندی را. البته که بسیار مردم بگیم سپاس نوشت، سپاس گذاری کرده از کل برادر و از کل مبارزانی که برآمدن در ایران. بسیار مردم سپاس و بگیم که حق هر انسان فکری خود چه میگه و از گفته های مردم اگر بسیار نگاه کرده بستیم و من هم یک فکر دیگر دارم. میگم که همین فکر مثل یک خشتک باری میگیم یا نمیدونم خیلی استفاده میگن که مثل همون یک استفاده برین مردم ما میتونن ایرا چیکار کنن، استفاده برن و با تمام مردم. فقط تنها از همتون خواهش میکنم همین نوارا بگیم که تقسیمش کنین که همه دا بروا برسه این نوار. شما دیدین که رحمانوف با تخم زدن، ماشینش با تخم زدن و امروز فامیلای رحمانوف یک فامیلای بگیم تخموف موندگی هستن، یعنی تخموف امومالی یا که رحمانوف امومالی تخموویچ بگیم دیگه. امروز تخم گویم که یک سر صدای بسیار بلند برداشت در بین مردم تاجیکستان. پیشنهاد ما چی است؟ آدما میگن که همتون آرزو دارین در دلتون کاش نمی تخمم میزدم. گفتگی گپ از اون جمله منم بگم که نمی کیفیت بود که بعد از دیدن کاش نمی تخمم میزدم. گفتگی یعنی کیفیت پیدا میشه و این کیفیت شما دام است. من میدونم هر یک تاتون این کیفیت بگیم هست، کاش میرم میزدم. گفتگی گپ یعنی که شما این فرصت دارین. میدونین چی خیلی دارین؟ در تاجیکستان تمام اینجا پلاکت رحمانوف است. شاو میبروین دو تا سه تا تخمه گرفته یا پچکه تخمه میگیرین میرین که دلبو اینجا پلاکت رحمانوف است، پلاکت چه میزنین با تخم میزنین. تخم قطعی پلاکتاش سر قطعی تخم نم خیلی ای پلاکتاش کشول باشه صورتش میگیرین یا سیومکش میکنین کوتاه که خطونه نمیگیرین آوازتون نمیبرورین خب هم خیلی میمونین همون بگیم کامera را گریان میکنین تخم شپکش میکنین صورتی رحمانوف. و آدمایی که میگن ما در روسیه هستیم ما چی بزنیم رحمانوف، ما چی خیلی تخم بزنیم. گفتگی آرزوها دارین در دلتون. من میدونم شما عادی ترین چیز یک وقت یاد داشته باشین علاوه زدن صورت رحمانوف بود. هیچ کروش نشان نمیداد، همه صورت رحمانوف علاوه میزد. و امروز شما این فرصت را دارین که صورت رحمانوف مونده تخم قطعی در بلوش بزنین. در زمین میمونین، در درخت میمونینش، در دیوار میمونینش، فرق نداره، هر جای میمونین میزنین. و شما رقمای حق باطل صدای مردم رقماش دارین. کوتاه بسیار نه، همین یک مینوت نیم مینوت، بسیار نه نیم مینوت یک مینوت همین تخم قطعی زدن رحمانوف، صورت رحمانوف و بگیم پلاکت های رحمانوف، همین چیزا ما میتونیم که همین تخم قطعی زدن همین ویدیوهاش در یک مولت کوتاه یک 3-4 روز مابینش ده ما همین را بگیم که یک 200-300 هزار از 100 هزار بالا از 100 هزار بالا هم خیلی نوار بروریم میتونه میره. هر یک تاجیک هر یک تاجیکستانی اما آرزویی که دارن که کاش من نمی تخم رحمانوف ما میزدم و شما میتونه که صورت رحمانوف ببروریم پرینت کنین و قدر چیزی نیست. همون ارزشش بگیم همون چند سمه همین پچکه سیگارت هم میکشی همون را میگیری میمونی
صورت رحمانوف تخم میگیرید زمین دا میمونید دا بولوش میزنید تخم قطی پروسا کامera قطی شیمکا کدا میشتی میزنید تمام یک چند دقیقه ویدیو میشود سکوند بگیم شاید نیم مینوت یا 1 مینوت میشود بگیم نامو کلمه که 3 بار امو برادر عباس تکرار کرد دیکتاتور استعفا دیکتاتور رحمانوف دیکتاتور شما میتونید نام کلمه را استفاده برید رحمانوف دیکتاتور و بگیم که نام تخم قطی بزنیم یعنی این چیزی است که هر یک انسانی که آرزو داشت که این دیکتاتور را با تخم بزنه و شما میتونید که یعنی این آرزوتون در بالای عکس رحمانوف بگیم نمیدونم طرف افتاده بود است در بالای عکس رحمانوف شما میتونید که این آرزوتون عملی کنید انا یعنی این حالت های کشید این حالت ها را رحمانوف با ما خودش یاد داد و در باره من ابرد نیاچات رحمانوف سر شدگی است گفتنده و بیشتر آدما میگه که 30 سال دیگه در کار است نه ابرد نیاچات رحمانوف از همون روزی که اولین روزی یکمین روزی که مبارز یک مبارز عمر علی یا دیگر دو جان عطاالله و غیر انسان هایی که بدن اولین صدای را بالا کرده بودن از همون روز ابرد نیاچات رحمانوف سر شدگی بود یعنی این اوجه بگیم که همون جای درکاری شد بعد از این بگیم که بعد از این بعد تلکنون قاق تلکنون بعد ایسه میره و بعد دلشه بعد ایسه بگیم که ای پیش ای همش برای همین یک گفتم نوار زیاد نمیکنم مینوت چک کوتاه‌تر میکنم تا که همه انسانو بگیم برسه این نوار بگیم هموطنای عزیز شما اگر آرزو دارین که رحمانوف با تخم بزنین شما امروز این خیشته که این بگیم همون استفاده که رحمانوف در طول حکومت داریش اولین باره که ماشینش تخم خوردگی است بگیم در روش تخم قطی زدگی هستن این خیشته که بگیم که باید که بالاترین باید برداریم تاجیکستان بدگی برادرایی که در تاجیکستان هستند شیرای نرا گفتی همون گپا فرصتش در داره کنم فرصت شوه هر روز همون فرصت است برای شما هر روز این همی روز هم همون فرصت است این همی شب هم همون فرصت است شما میتونید که این همی شب ببروید در مکتب در کجایی که هست که صورت رحمانوف درست بگیرید تخم شپکش کنید سیومکش کنید یا صورتش بگیرید تمام این همون بهترین اعتراضی مردم تاجیکستان می شود و ضد رحمانوف یا که بگیم با همین 30 ساله حکومتداری رحمانوف کل انسان میتونه این اعتراض کنه زن مرد دختر خانه دایی نمیدونم در خانه بالای درونی وانه دمو تخم صورت رحمانوف بمون تخم قطی بزن تمام تنها مودکو کلیچتوا در کار است واسه عین حال همین نوار کلیچتواش در کار است یعنی که ما چند قدر میتونیم از این نوار جمع کنیم چقدر انسان ناراضی است ما ناراضگی های انسان جمع کرده همش یک تا ویدیو کرده بگیم که همون اول شعباس میزنه دوامش شما دا دودا میمونیم پالنی نواراتون بگیم که میبراریم روتون نشانات صداتون نبرارین هیچ کار نکنین تنها اونم را گرفته بگیم در همون رقم صدای مردم یا برادرها را من میگم که یگان رقم همون حق بوتیل نام واتساپ وایبر حق بوتیل که همه میدونه پاپولیر نیست بگیم در همون واتساپ در اونجا پرتاینش از شما بگیم که این خواهش زور است و چیزی دیگره که از خواهش از تمام برادرایی که امروز در ورشو هستند و فرصت دارن سحر پگه صورت رحمانوف یک تا پلاکت الان چقدر همه حجمش میشود 2 3 متر 1 متر کلانیش ده برآورده آورده در پیش OBS میمونیم تاش در سلفان میکشیم تو که منطقه جزیر نشود یعنی که برای توزه کده گرفتن و تخم میخریم میمونیم هر
هر انسانی که میویا تخم قطعی یک رحمانوف زده بگیم که بعد چیکار میکنه OBC میدرویه یعنی که در کنفرانس یعنی این دوامی اعتراض دوامی اونمون تخم زدن رحمانوف در کل دنیا میشوه یک افیر پارتوف چی خیلی شید فرق خیلی تختمونه تخته که همون تخم بزنه در همون روژای رحمانوف زردیوش بریزه رنگ همون گفتی خوجندی و بیمانی برین که همون زردیوش در همون روی رحمانوف هم تری بریزه همین چیزا آموده کنین هموطنای عزیزم فردا تخم میگیره میره میشالله خدا خواه هر انسانی که OBC میدرویه کنفرانس میدرویه بیرن نمیمونیم اول رحمانوف یا تخم میزنه بعد درون میدرویه تو رحمانوف یا تخم نزدی درون نمیدروی هموطنم یعنی ایرا بگیم رشد چه سخت بگیریم و آموده کنین ایرا ایشالله که جهانیش میکنیم در بین توجیکو جهانیش میکنیم تخم رحمانوف اگر تو مرغو را تروریست نبروره کو چیزی بگین دوستای عزیزم یعنی که باید ما این چیزا سخت بخپیم ایشالله ما سخت میخپیم و هموطنای عزیزم پدیلیتش کنین نوارا هم چقدر قوت دارین پدیلیت کنین هموطنای عزیزم یک صورت رحمانوف یک تخم زدن یک مینوتی وقت صرف کردن پرتوفتن این نوار از تی چی نمیروه تنها تا نشان میتی که تا رحمانوف قبول نداری قربانی چشماتون شم کمید نرین کمید توجیک میحسابین خطونا توجیکستانی میگین کمید نمیخواین نمی رحمانوف بزنین توجیکستان دا کو پلاکاتوش برین بزنین تخم بگیرین برین پلاکاتوش تخم بزنین این خودش یاد دادگی تخم قطی زدنه ولی اوتو چو رقم دادسته این خودش یاد دادسته که بعد بیان اوتو چوی مورم غم بتین هر کاری که رحمانوف میکنه دو برابر در سرش باید ما بگردونیم بسیار دوستا درباره تو پشتی رحمانوف گرفتی گفته چی کردگی هستن ولی برادر عزیز شما کم ترک در همون سیاست بگیم که نمیفهمین چی گپ است ما بعضا حالات بگیم آرام میکنیم بعضی آدم را آرام کده بعد تلاش میکنیم میروه همین یک برادرم همین روز نویش من گفتم که در همون من خیلی میدونیم که خیلی بچه خیلی مایدگب نیستم همین دنگلش هم میگم همین در سر گفتم بلبل توف میکنی در شب خواب گفتم وقتی پاستل دقتی یگون که همین را توف میکنی که او درد نیوه یا که تو زور بزنیش گفت که او را توف میکنی که خودت زور بزنی گفتم انا تقده بفهم که ما هم بعضا حالات توف میکنیم ملایمش میکنیم او معنی او را نداره که او درد نکنه او ما توف کدگیمون ملایمش میکنیم که خودمون زورش بزنیم همین تیز بدرویه برای همین دوستای عزیزم هیچ انسان رحمانوف نمیبخشه و هیچ انسان پشتی رحمانوف هم نمیگیره اما بعضا حالات ها میشوه که بگیم که بعضا چیزو را وقتی که شما نمیدونین کم ترکک بگیم که صبر کنین آیندهش خوب میشوه آیندهش سوز میشوه اینا در OBC خدا خواه نماینده رحمانوف ایشالله گه قطی میزنیم مشیدف این چیز میشوه گه قطی میزنیم ولی دیگر رستم پرزیدنت کردن یعنی رحمانوف میخواه این پرابلمش میراث با رستم بگذاره ولی رستم میویه ولی گه شپک دیگه شپک زیاد میشه و سری او خلاص یعنی وقتی او رسیده است که ما امروز نشان بدیم که بدگی مونه و امروز آن وقت است که شما نشان بدید هموطنان عزیزم بجقیم پول روز گاز شه هر کسی که مردک میگه خچه هر کسی که همین تاجیکستانی هر کس سوید نداره هر آدمی که در خونش سوید نداره هر آدمی که در خنکی است از پشتی رحمانوف در عذاب است از پشتی رحمانوف مردیکور در به در شهر به شهر مردم گشته است هر انسان اگر اعتراض از رحمانوف داشته باشه اعتراض امروز صورت رحمانوف به تخم زده صورت رحمانوف به تخم زده در رقم های صدای مردم یا که بگیم که حق باطل در حق باطل انیقترش همون رقم ها خوبتر هستن بگیم همون جمع میشوه و بگیم آموده میکنن منتج میکنن میگذارن
و ما ببینیم چند قدر تاجیک ناراضی هست، چند قدر تاجیکستانی ناراضی هست. ما 3 میلیون تای 3 میلیون مهاجر داریم، موندگی 7 میلیون دیگه در تاجیکستان بسلید است. امروز من گفته استم که میلیون شوه این نوار، من گفته استادم 300-400 هزار میشوه همین نوار، 500 هزار میشوه. اینم دادن رحمانوف از میبینه که چقدر مردم را بد میبینن، چقدر بد میبینه، چقدر مردم را نمیخواه پرزیدنت بدنشه. انتخابات رحمانوف که 97% آواز گرفتگیشه، اینمی تخمهای شما اثبات میکنه که رحمانوف چند فایز آواز گرفت. اوچا جانو، اپا جانو، خوار جانو، دودر جانو، ماما جانو، بابا جانو، بیبی جانو کدو میتستین. همین نبیره تا بگم 1 مینوت بزن رویش که تمام زنده و سلامت باشی. خودت نمیتونی روی کده بگو یگان آدمی که داره بگیم روی میکنه. برادر اشرف اگر باشی همین نوار همین روز هم بگه نوار کرده یک رقم معین فیسبوک نمیدونم مسنج ده رقم ده تویتر تلگرام اینستاگرام نمیدونم 100 گرم 200 گرم 300 گرم 50 گرم زاکوسکا چیزی که باشه بمون مردم رویش کنه و بگیم ایرا یک خشته که کلان کده بگیم چی میکنیم میبروریم. و در پیش اوبسه مردمی که ورشاو هستن صورت رحمانوف آماده کنین، تخم میبریم ما رحمانوف تخم قطعی میزنیم صورتش. زنده سلامت سربلند باش. پدیلیتش که هم وطنم پد پیشت سر فراموش نکن.